میدونستید دلیل اصلی که گلشیفته فراهانی برای همیشه ایرانو ترک کرد چیه؟ امروز میخوایم راجع بازیگری صحبت کنیم که منتقدان و طرفداران بسیاری داره و ناخواسته درگیر حواشی بسیاری شده. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا بدونید دلیل اصلیش چیه. این ستاره سینما که با نامآورانی مثل اصغر فرهادی، مرحوم کیارستمی، مرحوم مهرجویی، ریزلی اسکات و جیم جارموشی کار کرده. اون در 19 تیر ماه 1362 در یک خانواده هنرمند چشم به جهان گشود و خانواده نام اون رو رهاورد انتخاب کردند، ولی انتخاب این نام برای این بود که ثبت احوال با نام گلشیفته مخالفت کرد و خانواده فقط در شناسنامه این نام رو ثبت کردند ولی اونو گلشیفته صدا کردند. فرزند بهزاد فراهانی و فرید رحیمی نیا راه برادرش آذرخش که موسیقیدان بود رو دنبال کرد. حالا گلشیفته نوازنده چگونه از دنیای بازیگری سر در آورد؟ اون خواهر بزرگتری داره به نام شقایق که بازیگر بود و در اواسط دهه 70 در فیلم لیلا ساخته مرحوم مهرجویی بازی میکرد و متوجه شد که آقای مهرجویی برای فیلم درخت گلابی دنبال دختر نوجوانی میگرده و شقایق خواهرش رو معرفی میکنه. در ابتدا پدرشون شدیداً مخالف بود و سختیای این راه خبر داشت و دوست نداشت دختر دومش وارد عرصه سینما بشه، ولی در نهایت با اصرار آقای شریفی نیا و مرحوم مهرجویی با اکراه رضایت داد و گلشیفته 14 ساله که جویای نام بود اولین کار خودش رو با یکی از کارگردانای مطرح سینما شروع کرد. اون در این فیلم نقش دختر نوجوانی به نام میترا رو بازی میکرد که قصد مهاجرت به فرانسه رو داره و نمیدونست در بزرگسالی قرار این نقش رو توی زندگی واقعیش القا کنه. گلشیفته داستان ما چنان مسلط بازی میکنه و دیالوگ‌های فیلم‌ها رو بیان میکنه که به عنوان برنده بهترین نقش اول زن در جشنواره فیلم فجر اون سال انتخاب میشه و این نبوغ اونو نشون میداد که در سن 14 سالگی به عنوان جوانترین بازیگری که اولین فیلم خودش رو بازی میکنه چنین افتخاری رو کسب میکنه. اون در مصاحبه‌ای میگه بابا در طول بازی در فیلم درخت گلابی کماکان ناراضی بود و در مسیر اختتامیه فیلم فجر که در بهمن ماه برگزار میشد و یک روز برفی و پرترافیک بود کلی شاکی بود و غر میزد، ولی وقتی اسم منو خوندن و جایزه رو گرفتم اون خیلی خوشحال شد و کدورت‌ها از بین رفت. گلشیفته در اسلایدی از فیلم درخت گلابی مجبور شد موهاشو پسرونه بزنه و از این تیپ خوشش اومد. تیپ پسرونه رو حفظ کرد و به همه میگفت اسم من امیره و خیلی‌ها باور میکردن، چرا که با تیپ پسرونه احساس آزادی عمل بیشتری میکرد. ولی یه روز عده‌ای متعصب که میدونستن اون دختره روی اون اسید پاشیدن و مانتو کیف و مقداری از دستش سوخت. درسته که صورتش صدمه‌ای نمیبینه ولی آسیب‌های روحی و روانی شدید رو تجربه میکنه و همان روز متوجه میشه باید بهای سنگینی برای ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی پرداخت کنه و این ماجرای تلخ باعث میشد که اون از بازیگری فاصله بگیره و دوباره به سمت عشق دوران کودکی یعنی پیانو بره و حتی تصمیم میگیره بعد از اتمام درسش در هنرستان موسیقی به وین مهاجرت کنه، اما به خاطر بازی درخشانش در فیلم درخت گلابی بسیاری از کارگردان‌ها از آقای فرهادی درخواست میکنن تا اجازه بازی مجدد رو به دخترش بده و نهایتاً گلشیفته بیخیال تحصیل موسیقی در وین میشه و در دانشگاه علمی کاربردی موسیقی رو ادامه میده و در کنار تحصیلش حرفه بازیگری رو دنبال میکنه. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی گلشیفته که به سن 19-20 سالگی رسیده بود با کارگردان‌های بسیاری همکاری میکنه ولی یک فیلم جایگاه اونو تثبیت میکنه. فیلم بوتیک ساخته حمید نعمت الله که در سال 82 ساخته شد و در این فیلم در مقابل محمد رضا گلزار ایفای نقش میکنه و به خاطر بازی خوبش در 23مین جشنواره فیلم‌های سه‌قاره در شهر لانت فرانسه جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو کسب
میکنه. برای دختری که در اوایل جوانیش جایزه جشنواره فجر رو میگیره، کسب این جایزه خیلی عجیب و دور از ذهن نبود. همکاری بعدی اون در فیلم اشک سرما ساخته کارگردان مطرح آن دوران عزیزالله حمید نژاد بود. فیلمی ضد جنگ که از او دعوت میشه در نقش یک دختر کرد به نام روناک ایفای نقش کنه. فیلمی که از لحاظ لوکیشن و آب و هوا مراحل ساخت سختی داشت و گلشیفته با دلسوزی و تعهد کاری خود به عوامل فیلم کمک بسیاری میکنه و به شهادت همکاران اون این روحیه در همه کارهاش مشاهده میشد و شعار همیشگی او این بود: کار برای من نشد نداره، و این نشان از پشتکار و سرسختی اون بود. نتیجه بازی اون در این فیلم که نقش مقابل پارسا پیروزفر بود، منجر به گرفتن جایزه بهترین نقش اول زن در جشن خانه سینما در سال 83 شد و تسلط گویش کردی او باعث شد تا بهمن قبادی در فیلم نیمه ما نقش یک دختر کرد رو به اون بده و حتی بعد از مهاجرتش در فیلم سرزمین شیرین فلفلی من و فیلم دختران آفتاب در قامت یک دختر کرد ایفای نقش کرد و برای فیلم سرزمین شیرین فلفلی من بهترین جایزه بازیگر زن در جشنواره آسیا پسفیک را از آن خود کرد. و حتی در سالهای اخیر اظهار نظرهای اون درباره کردها باعث جنجالهای بسیاری شد. در ادامه اون در فیلم پرستاره و ماهی‌ها عاشق میشوند اثر دکتر علی رفیعی بازی میکنه و در فیلم به نام پدر آقای حاتمی کیا با پرویز پرستویی هم بازی میشه و در سال 85 رسول ملا قلی پور از اون در فیلم موزیکال و برجسته میم مثل مادر استفاده میکنه و اون همزمان هنر موسیقی و بازیگری خودش رو به رخ میکشه و در ادامه در فیلم پرحاشیه و موزیکال سنتوری به کارگردانی مرحوم مهرجویی و در کنار بهرام رادان بازی میکنه. گرچه این فیلم توقیف شد ولی سکوی پرتاب خانم فراهانی شد. اواخر دهه 80 عوامل فیلم سنتوری به لس آنجلس رفتند. در یکی از روزهای نمایش ریدلی اسکات کارگردان معروف آمریکایی برای دیدن این فیلم میره و اونجا به گلشیفته پیشنهاد بازی در فیلم یک مشت دروغ رو میده و اون در سال 2008 این فیلم رو بازی کرد و اصلا به ذهنش هم خطور نمی کرد که هنگام مراجعت به ایران برای اون درد سرساز شه، چرا که فیلم درباره آمریکایی بود که در خاورمیانه جنگی به پا کرده و این منطقه رو به آشوب کشیده و کلاً فیلم ضد آمریکایی بود و کاملا مطابق با سیاست جمهوری اسلامی بود. اون پس از بازگشت به ایران سناریوی فیلم رو به وزارت ارشاد بود و انتظار تقدیر و تشکر از مسئولین وقت داشت، اما ظاهراً اون اشتباه میکرد و بازی در فیلم‌های هالیوودی گناهی نابخشودنی بود و به جرم به خطر انداختن امنیت ملی سر و کارش با وزارت اطلاعات افتاد و در نتیجه ممنوع الکار شد و ضربه سهمگین دیگه‌ای رو تحمل کرد. چند هفته بعد از این جریانات اون برای نمایش فیلم میم مثل مادر به لندن دعوت شد و اون در اونجا پیشنهاد جذاب دیگری برای بازی در فیلم شاهزاده ایران شنهای زمان دریافت میکنه. اون این پیشنهاد رو قبول میکنه ولی قرار شد به ایران بره و برای قرارداد نهایی دوباره به لندن برگرده، اما به محض ورود به ایران ممنوع الخروج شد و بازی در این فیلم رو از دست داد. در این حین اصغر فرهادی پیشنهاد بازی در فیلم درباره الی رو به اون داد و با وجود شرایط سخت و رفت آمد مداوم در دادگاه گلشیفته جا نزد و تمام تلاش خودش رو کرد تا بازی زیبایی ارائه کنه و حتی در این فیلم بر اثر سیلی محکم مانی رهنما گوشش خونریزی کرد ولی کار رو ادامه داد. بعد از بازی در این فیلم به اون 24 ساعت حق خروج از کشور دادن، چرا که هنوز فیلم یک مشت دروغ پخش نشده بود و نمیتونستن پرونده قضایی برای اون درست کنن و گلشیفته با روحی خسته و دلی شکسته در سن 25 سالگی وطنش و خانواده‌ش رو برای همیشه ترک کرد
در سال 88 فیلم درباره الی با دردسرهای زیادی پخش شد و همزمان فیلم یک مشت دروغ که باعث مهاجرت تلخ اون شده بود اکران شد و تازه مسئولین متوجه شدند که این فیلم نه تنها با رویکرد جمهوری اسلامی مخالف نبود، بلکه کاملا همراستا با اهداف حکومت بود. تا وزارت ارشاد سعی در بازگردوندن اون داشت، اما گلشیفته در جواب گفت رفتاری که با من شد و بی‌اعتمادی که از برخی مسئولین دیدم باعث شد دلم چنان بشکنه که نمیشد جمعش کرد. اون ترجیح داد دور از وطن بمونه و در فرانسه از زیر صفر کار خودشو شروع کنه و فارغ از تمام منتقدان تونست جایگاه خودشو در سینمای جهان حفظ کنه. اون در مصاحبه‌ای گفته من در ایران شاه ماهی سینما بودم، ولی الان تبدیل شدم به یه ماهی معمولی در یک اقیانوس بزرگ و این برام سخته. اون در سالهای اول مهاجرتش اول زبان فرانسه رو یاد میگیره، سپس کار پیانو رو شروع میکنه و در آلبوم محسن نامجو همکاری میکنه و از همسرش امین مهدوی جدا میشه و حتی در خیابونای فرانسه ساز میزنه و به علت افسردگی تصمیم داشت در بیمارستان روانی خودشو بستری کنه، ولی تاب آورد و روزهای سخت و پشت سر گذاشت. در سال 2012 میلادی چیزی که باعث شد گلشیفته دوباره بر سر زبونا بیفته آنونس جشنواره سزار بود که تصویر برهنه خود را منتشر کرد و ثابت کرد نه تنها قصد بازگشت به ایران رو نداره، بلکه تصمیم گرفته مبارزه خودش رو آغاز کنه و اون از یک زن کرد زبان ایرانی تبدیل شد به یک زن تابو شکن و در تمام این سالها حاشیه دست از سر اون بر نداشت. اون در سال 2014 کاندیدای جایزه آینده دارترین زن در جشنواره سزار شد. گلشیفته برای دیده شدن کارهای مختلفی کرد، از بازی در تئاتر تا مدل شدن در برندهای اروپایی و داوری جشنواره‌های مختلف و در نهایت تلاش‌های اون جواب داد. کارگردانای مختلفی به اون پیشنهاد بازی دادن و گلشیفته بعد از 20 سال فعالیت هنری دوباره به اوج هنری خود رسید. از فیلم خروج گرفته تا صدا پیشگی در انیمیشن اژدهای پدرم و یکی از کارهای فاخر اون فیلم استخراج بود که یکی از پرمخاطب ترین فیلم‌های اون دوران بود که کار به قسمت دوم هم کشید و این موفقیت رو مدیون بازی گلشیفته بودن. اون توی این روزها در سریال آخرالزمانی هجوم و نقش آیشا ملک مشغوله و هیچ وقت ارتباطش رو با مردم ایران قطع نکرد و سخنانش در جشنواره سزار و مراسم جایزه صلح نوبل ثابت کرد و البته در این سالها مخالفان و موافقان بسیاری داشته، ولی قضاوت اعمال و کردار اون با ایزد ممنون و تاریخه. گلشیفته در سکانسی از فیلم درخت گلابی نقش ژان دارک رو بازی کرد، همان گونه که ژان دارک یک مبارز در زمان خودش بود و در نهایت از جانب مردم کافر خطاب شد و اینکه از اون به عنوان مبارز یا یاغی یا ملحد یاد بشه آیندگان قضاوت میکنن. اگه دوست داشتید نظرتون رو در مورد این ویدیو توی کامنت بنویسید.